یک کلمه ساده ولی تکان دهنده. عبارت دوستت دارم. شنیدن عبارت دوستت دارم برای یک مرد او را برای مصاف با سخت ترین های زندگی زره پوش می کند و آماده. توان می گیرد برای آنکه بیشتر بکوشد. مرد احساس می کند حتی قدش بلندتر شده است، چون به مرد بودنش افتخار می کند. شنیدن عبارت دوستت دارم برای زن آنچنان انرژی و توان مضاعفی ایجاد می کند که آمادگی این را می یابد که لحظه‌ای پس از شنیدن این جمله یک خانه تکانی مفصل به راه بیاندازد و همه جای زندگی را با عشق از نو بیاراید. فرق نمی کند معشوق باشی یا عاشق، پدر یا مادر، فرزند یا همسر. عبارت دوستت دارم را جدی بگیریم. این عبارت غوغایی به پا می کند. نگذارید محبت و عشقتان در دنیای درونتان حبس شود و به قول استاد فریدون مشیری، این گل سرخ من است، دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق. راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست، نه به یک بار و به 10 بار که 100 بار بگو. دوستم داری را از من بسیار بپرس، دوستت دارم را با من بسیار بگو.